سلام عشقم، چرا نیومدی بالا؟ شام گذاشتم. دورت بگردم، این فردا شب یلدانی. زودتر از سر کار اومدم که بریم با هم خریداشو بکنیم دیگه. پول تو نگران پولش نباش، من یه هفته زودتر حقوقمو گرفتم که بتونیم بریم باهات خرید کنیم. بش داداش مگه تو این آجیلات طلا ریختی که اینقدر قیمتش رفته بالا؟ دست من نیست داداش، دلار رفته بالا. عشقم بریم. هیچ آجیلش خوب نبود، دورت بگردم، من جای دیگه میرم. داداش این قیمت درسته؟ این قیمت انار یا قیمت خونه؟ دلار دیگه، کاریش نمیشه کرد. راست میگی، کاریش نمیشه کرد. به سلامت. چی شد عزیزم؟ اینم میواش خوب نبود؟ نه عزیزم، میواش خیلی هم خوب بود. فقط من نمیدونستم ما تو آمریکا داریم زندگی میکنیم. چی؟ آخه اینا با دلار دارن زندگی میکنن، من درآمدم با تومن. اینجوری نمیتونیم زندگی کنیم.